انا حالی این زن بی‌هویت بینید. همه را صاحبش مردن یا ناموس و شرفشان ای دست دادن. نخواد یک زن ای خاندانی شما بروید با این احوال نواراش در شبکه ها پخش کنه و شما چیزی نگین. این زن به حیا پدر و برادراش دیوس و تمام اولادش و این چنین ملت تاجیک شرمنده کرده است. بازم این در نوارهایش پرچم تاجیکستان میمونه. ای بیشرم، وقت یک کار میکنی اوشو فکر کن. ملت تاجیک فرهنگ و مدنیت دارن. تو و امثال تو هویت گم کرده ها عزت زنان تاجیک و نام تاجیک شرمنده کرده. وقتی به حیا هستی باش، اما در زیر پرچم یک ملت متمدن نباشو. با پیش و پس دم کردگی و با دیوسه که در برات بوده چرا به ملت ما نشان دادنی هستی؟ به حیایی، به ناموسی و دیوسی میخوای نشانتی. در روایت بخاری و مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: الحیا شعبة من الایمان. حیا شاخه از ایمان است. اگر انسان هم دینش زیر خطر گذاره و هم خودش در شبکه ها نمایش دهد، این دو ضرری بزرگ است: ضرر به دین و ضرر به عزت و شرف، و این چنین تشویق دیگران به کار حرام. تا هنوز در توبه باز است، به سوی الله برگرده، وگرنه عذاب دردناک الله تو را انتظار است. دانسته باش.